و شما قانون تنظیم با اولیه شما چی فایده آورد؟ ایدو من خوشرو گذشت، انا خراجات بسیار نشد، زیادتی نشد. یعنی بقریبی اکی من گذشتن معرکه هاشونم قدر چی نشد، سر خراجات نشد. خیلی بهبودی هست. شما از قبول شدن قانون تنظیم رسم و آیین خوش قبول میکنید؟ با شما معقول است همین؟ راست گفت حکومت کنونی که در 25 سال به سر حکومت آمده است یک از بهترین قانون ها من فکر میکنم. از قبول شدن قانون تنظیم راضی هستی؟ راضی هستم. هم بعد قبول شدن این قانون با اولیه شما چه فایده آمده است؟ خیلی نقشی در همین تنظیم اوای کرد. آدم‌ها بسیار چیش آدم‌ها عیبا من اپی من یک تا عیبان قرض گرفت توی کرد چی در کار همین راسخوتای بسیار کردن نه همین جنوب نقص کرده همین قانون برآورد همین تنظیم. شما از قبول قانون تنظیم رسم و آیین راضی هستید؟ البته راضی هستیم. راضی هستیم. برای چی راضی است؟ برای چی همین قانون به شما معقول است؟ بعد قبول همین قانون یگان تغییرات اولیه شما اومد یگان مثل سازه همین قانون زور شد برای که همین رسخوت کم میشه. خب شما بعد قبول قانون یگان معرکه کردید؟ نکردید. اگر کنید مثلا از روی قانون اجرا قانون زور شد که هم خیلی مهم میشه. خرج کم تر میشه. تشکر زیاد.